سلام دوستان، امروز میخوایم فعل عراقی قبات رو یاد بگیریم. قبات یعنی پر شدن گنجایش، یعنی کیپ شدن. معمولا برای اتوبوس و ون و تاکسی و اینجور چیزا استفاده میکنن وقتی که صندلی‌ها پر میشه. مثلا میگیم التاکسی قبط، یعنی تاکسی پر شد. یا میگیم الکی قبطت، یعنی ون پر شد. برای مضارع هم میگیم التاکسی بسرعه قبط، یعنی تاکسی زودی پر میشه. یا میگیم الامانه به الخط بسرعه قبط، یعنی اتوبوس توی این خط زودی پر میشه. امانه، مصلحه، باسک انگلیسیه، اینا همه برای اتوبوس درون شهریه. جالبه بدونید به کفش جلو بسته میگن حدام قبط، به پالتو هم میگن قبوط. اگه این اطلاعات براتون جالبه و جدیده، لایک و کامنت یادتون نره.